گلهای تازه، برنامه شماره 166 با همکاری هنرمندان سیاوش، فرامرز پایور و رحمت الله بدیعی. غزل از سعدی، تصنیف گریلی از ردیف شور و تصنیف قدیمی شمع و پروانه با تنظیم فرامرز پایور. گوینده آذر پژوهش. صدا برداران زهره ظرفام، حسن عسکری. آسوده خاطرم که تو در خاطر منی، گر تاج می فرستی و گر تیغ می زنی. شهری به تیغ غمزه خونخوار و لعل لب مجروح می کنی و نمک می پراکنی. ما خوشه چین خرمن اصحاب دولتیم، باری نگه کنی که خداوند خرمنی. گیرم که برکنی دل سنگین به مهر من، مهر از دلم چگونه توانی که برکنی. این عشق را زوال نباشد به حکم آنک ما پاک دیده ایم و تو پاکیزه دامنی. آسوده خاطرم که تو در خاطر من، آسوده خاطرم که تو در خاطر من، گر تاج می برسی و گر تیغ می زنی.
شهری به تیغ غمزه خونخوار و لعل لب مجروح میکنید یا نمک میپاکنید
با مدعی بگوی که ما خود شکسته ایم، محتاج نیست پنجه که با ما درافکنی. صبری نتوان کرد لازم با سخت رازمان به ضرورت بروتنی سعدی چو سروری نتوان کرد لازم است با سخت بازوان به ضرورت فروتنی.
برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 166 بود که با آواز سیاوش، سنتور فرامرز پایور، ویولن رحمت الله بدیعی و با همکاری هنرمندان وزارت فرهنگ و هنر در شور اجرا شد.